سلام، به این ویدیو خوش اومدین. من مریمم، دانشجو ارشد پرستاری کودکان. اگر این ویدیو رو دارین میبینین احتمالاً توی بدو ورود به مسیر ارشد دچار یه سری شک و تردید شدین. نمیدونم شما چقدر همچنان فضای مجازی رو باور دارین. خیلی همون وقتی این مدل ویدیو رو میبینیم منتظر این هستیم که یکی یک راه مطمئنی بذاره جلوی ما و بگه که آقا مسیر ارشد تو رو به اینجا میرسونه، به اونجا میرسونه، یا حالا اون مسیری که برای شما سوال ایجاد کرده. ولی حقیقتا من خودم دیگه خام همچین چیزایی نمیشم. چیزی هم که جدیداً ترند شده توی اینستا همین قضیه رها کردن کارمندی و پر از کساییه که کارمندی رو رها کردن یا بدون تحصیلات یه شغل آزادی دارن، درآمدشون خیلی بیشتره. حتی متاسفانه توی حیطه خودمون پرستاری که من به شخصه خیلی از این داستان ها میبینم، ولی من خودم به یه باوری رسیدم توی این داستان که ما توی فضای مجازی فقط و فقط داریم نمونه های موفقی رو میبینیم که اتفاقا در اون حدی موفق شدن که یک تریبونی بهشون داده میشه که بیان صحبت کنن و ما نمیتونیم کل مسیر آیندهمون رو بر مبنای این تریبون بذاریم. صحبتی که میخوام بکنم اینه که اگر دنبال یه راه مطمئن هستین، یا اینکه من الان بخوام بگم که مسیر ارشدی مسیر خیلی مطمئن با یک آینده کاملا واضح و پله به پله مشخصه که شما رو قراره به کجا برسونه، نه، حقیقتا برای منم این یک چیز کامل حل شده نیست و برای خود منم یه سری چیزا علامت سواله. چیزی که توی وجود من هست اینه که من نمیتونم نجنگیده، تلاش نکرده قبول کنم که یه مسیری که توی ذهن من جرقش خورده رو بذارم کنار و با چیزی که از شخصیت خودم سراغ دارم میدونم که من آدمیم که 5 سال دیگه میگذشت با خودم میگفتم مثلا کاش که توی 25 سالگی ارشد رو شروع کرده بودم، نمیدونم 40 سالم که میشد میگفتم کاش 30 سالگی ارشد رو گرفته بودم و این داستان هی تو ذهن من قرار بود تکرار بشه و یه جورایی خودمونی بگم کرمش افتاده بود به جونم و من باید این مسیر رو امتحان میکردم. یه چیزی که توی دوران کارشناسی من یاد گرفتم اینه که ما جرأت شروع یه مسیری رو داشته باشیم و ممکنه نشه. یعنی من واقعا میدونم که مسیر ارشد ممکنه اون مسیر درخشان و اون چیزی که حالا قراره از من یه ستاره یا نمونه خیلی موفق بسازه نباشه، ولی ممکنه هم باشه. همونجوری که من توی دوران کارشناسی فکر نمی‌کردم که یه زمانی اصلا بخوام بیام کنکور ارشد بدم یا پامو توی این مسیر بذارم، زندگی انقدر غیر قابل پیش بینیه که واقعا ممکنه من یه جورایی در ادامه شیفته اصلا این مسیر آکادمیک و پژوهش بشم و توی این مسیر در اصل شکوفایی من باشه. من آدمیم که توی همون دوران کارشناسی این حس رو توی خودم کشف کردم که من میخوام یه فرقی داشته باشم. من توی محیط بیمارستان اینو خیلی حس میکردم که مثل یک ربات میمونم و در طول مدت زمان حالا طولانی 5 سال 10 سال تبدیل میشن به یک اپراتور و یه رباتی که قراره یه سری دستورات رو اجرا کنه و خودمونی وقتی توی بخشی قرار میگیری و حالا شیفت زیاد باشه نباشه خیلی سخت میشه که تو برگردی به اون مسیر مطالعه و بخوای این دنیای گسترده پرستاری رو بشناسی و معمولاً به همون داستان روتین بخش خودت عادت میکنی و اطلاعاتت، سوادت به اون داستان محدود میشه و یک چیز روتین و کاملا معمولیه که احتمالاً 90% همکارات یا شاید هم بیشتر اطلاعاتشون و مهارتشون در حد تو باشه و من اینو نمیخواستم. جوری هم نبودم، مدل شخصیتم این نبود که مدام بخوام مطالعه کنم، اطلاعاتمو بروز کنم و این سواد من توی این محیط اینجوری بخواد خودش رو نشون بده و یه چیزی باید منو مجبور میکرد به این قضیه و اون چیز برای من ارشد بود. ارشد به من این حس رو میده که من میتونم متفاوت باشم. این حس اصلا شاید توهم باشه ولی ما آدما به همین توهمایی که خودمون رو داریم از یه موقعیت جدا میکنیم و وارد یه موقعیت بهتری زندگی میکنیم، به همینا زنده ایم و خیلیاش ممکنه 100% واقعی نشه، اونجوری که خودمون میخوایم نشه و من به شخصه اینو پذیرفتم و باهاش مشکلی ندارم. فقط میدونم که من تلاشمو کردم و قطعاً یه سری تجربه های توی این مسیر به دست میارم، یه سری مهارت هایی به دست میارم، یک سری ارزش و اعتبارهایی به دست میارم که ارزشش رو داره و اینجوری نیست که این یک مسیر حالا کاملا باطل باشه یا بخواد وقت من رو بگیره
چون که من فکر میکنم من یا شمایی که این جرقه اصلا تو ذهنمون زده شده که آیا ما ارشد بخونیم یا نه، دنبال این حس تفاوت، این که یه جانشین نباشیم و جانشینیمون انقدر ساده نباشه، توی این حس مشترکیم. خیلی اصلا همین جرقه ارشد به ذهنشون نمیخوره و من فکر میکنم که ما توی همین قسمت یه مسیر ذهنی مشترکی داریم و احتمالا اون اوورتینکایی که من داشتم، اون خودخوری‌هایی که من داشتم رو شما هم دارید. از سوالای شما این بود که من میترسم توی این 2 سال ارشد اون زمانی که میتونم مهارت به دست بیارم و از دست بدم. دنیای پرستاری حالا متاسفانه یا خوشبختانه انقدر گسترده است که ارشد گرفتن واقعا یه انتخابه و ما اینجوری نیست که توی بحث بازار کار مونده باشیم یا از سر بیکاری بخوایم بریم ارشد بخونیم و حقیقتا این یک تصمیم سختیه برای ما پرستارا که بخوایم از بین این همه گزینه ارشد رو انتخاب کنیم. ولی من فکر میکنم کسی که میاد سراغ ارشد دنبال این نیست که یه ارشد ساده بگیره و من خودم اینجوریم که آقا من الان که ارشد رو استارت زدم همینجوری مدرکی نداشته باشم، من حداقل یه سری مهارت نرم به دست بیارم، یه رزومه خوبی برای خودم درست کنم که بعد از 2 سال بگم آقا من 2 سال وقتم رو صرف این داستان کردم و خب اینم رزومه من، اینم اون مهارتایی که من کسب کردم. و این 2 سال خودش یه تجربه ارزشمندیه و قطعاً شما رو توی یه سری جایگاه‌های مختلف متفاوت میکنه. طبق تجربه خودم این داستانه واسه ارشد خوندن، چون که بچه حداقل من میدونم که برای اینکه دانشگاه دولتی قبول بشین ارشد پرستاری رو و حداقل روزانش رو، من میدونم که نمیتونین هیچ اطلاعی نداشته باشین یا خیلی شوت باشین و بیاین بشینین سر صندلی ارشد، چون ما باید تسلط نسبی داشته باشین و کاملا این تفاوت رو توی سطح سوادتون حس میکنید. اگر توی دوران کارشناسی حالا خیلی دانشجوی درسخون یا خرخونی نبودی و ارشد بیشتر شما رو به این درس ها اتچ کرده، این تفاوت رو احساس میکنید. این تفاوت ناخودآگاه توی محاورات شما رو درگیر میکنه، یه جاهایی که نمیدونین اصلا بیخبرین، یه سری صحبت‌های از یه سری بیماری‌ها، مخصوصا موقعی که توی محیط‌های درمان به هر حال کار میکنیم، هر محیط درمانی یه سری مکالمه‌های مطرح میشه که این سواد شما رو متمایز میکنه و شما حرفی برای گفتن دارید، چه توی محیط کار چه توی محیط خانوادگی. و شاید این برای خیلی مهم نباشه ولی من این تفاوت رو دوست دارم که حالا به اصطلاح من با فرهیخته بودن، با سواد بودن شناخته بشم. این خیلی برای من ارزشمنده. یکی از دلیل‌هایی که من ارشد رو انتخاب کردم این بود، چون که من وقتی که حالا وارد محیط کار شدم حس کردم که بی‌تعارف حقیقتاً یک سریا اصلا به من نمیخورن، ولی ما داریم توی یه لول شناخته میشیم و قضاوت میشیم و من اذیت بودم از این داستان و من به این نتیجه رسیدم که فقط سواد منه که میتونه منو از همچین آدمایی متمایز کنه و اون حس رضایت رو به من بده. خیلی از تصمیمایی که ما میگیریم برای ورود به مسیر ارشد میتونه شخصی باشه، مثل همین داستانه این که خب من میخواستم متفاوت باشم ولی شاید شما این متفاوت بودن رو توی مسیر آکادمیک نبینید و بخوان جور دیگه خودتون رو متمایز کنین و از این مسیر روتین خارج کنین. این خیلی بستگی به این داره که شما توی چه شهری زندگی میکنین و چه آپشنایی دارین. توی شهرهای بزرگ مثل تهران یا شیراز، مخصوصا به خاطر بحث کاشت مو و ابروش، خیلی پیشنهادات و اون طیف کاری که شما میتونید واردش بشید گسترده است. ولی من خودم به شخصه از این که اصلا من یه سری کارنامه میدیدم که درصدهای بالایی از حالا دروس دانشگاهی داخلش هست، من حس خوبی از این قضیه میگرفتم و همین واسه من یه انگیزه‌ای بود و همین که این داستان به من حس خوب میداد برای من یه نشونه بود که من میتونم به این مسیر تعلق داشته باشم و چرا امتحانش نکنم. احتمالاً اگر شما فارغ التحصیل پرستاری باشین میدونین که مدرک دانشگاهی شما هیچ تأثیری توی
حالا به کارگیری شما توی طرح حتی بیمارستان خصوصی و بیمارستان دولتی نداره. و میگم اون چیزی که منو ترغیب کرد که خودم رو متمایز کنم این بود که من بخوام با سوادم یه جا شناخته بشم و شروع کردم به مطالعه برای ارشد و من واقعا این تفاوت رو حس کردم. ولی ممکنه که یه سریا نخوان این مسیر رو امتحان کنن و آره اگر که میخوای یه ارشدی همینجوری بگیری تو این 2 سال به سختی پایان نامت رو بگذارونی، اصلا علاقه به پژوهش نداری و میدونی که اون نتیجه‌ای که بهت میده اونقدر رضایت بخش نیست و انقدر این حس نیاز رو توی تو ایجاد نمیکنه که بخوای سختی‌های این مسیر رو به جون بخری، شل میشی حقیقتا وسط کار و نمیذاره پیش بری. ولی بچه‌ها من کلا معتقدم که حالا سن ماهی که تازه فارغ التحصیل شدیم یا حتی دوران طرحمون هستیم اونقدری زیاد نیست که ما بخوایم فرصت‌های مهارت یاد گرفتنمون رو از دست بدیم به خاطر مسیر ارشد. و همونجور که قبلا گفتم مسیر ارشد هم برای ما یه سری تجربه و مهارت و امتیاز خواهد داشت و چیزی نیست که ما تهش بگیم مثلا بیان چی من ارشد گرفتم، کاش ارشد نداشتم. هیچ وقت دیر نیست. حقیقتا شاید زندگی توی شهر بزرگ، شاید زندگی توی غربت به من این جسارت رو داد که جرأت اینو بکنم برم توی دل هر کاری که هیچ ایده ای ازش ندارم. منی که الان ارشد رو شروع کردم اصلا توی دوران کارشناسیم دنبال پژوهش، مقاله و اینا نبودم، ولی میدونم که خب هر مسیری یه شروعی داره و چرا منی که از این نقطه شروع میکنم یک پایان فوق‌العاده نداشته باشم. وقتی 1% شانس و احتمالش هست من دوست دارم که تمام توانمو برای این 1% بذارم. این حس، این افکاری که میاد سراغ آدما، حالا آدمایی که حتی شما رو از مسیر منصرف میکنن که نه بابا مگه میشه حالا به همین راحتی با ارشد هیئت علمی شد، یا نه بابا ارشد به هیچ دردی نمیخوره، نمیدونم باید پارتی داشته باشی، اینا حقیقتا یه حس لوزر بودن به من میده و این اصلا با اون احساس درونی من سازگار نیست. مدام اینو به من القا میکنه که خب توی بازنده ای، اصلا وارد این مسیر نشدی و خودتو شکست خورده فرض کردی. و اگه بخوایم خیلی عمیق‌تر بهش نگاه کنیم این توی اون عزت نفس، اعتماد به نفس ما تاثیر خواهد گذاشت که آقا وقتی اسم یک مسیری میاد، وقتی که شما حالا مثلا فرض کنید 30 سالتون شده، 40 سالتون شده، یک کسی رو میبینید که ارشد قبول شده یا حالا توی اون مسیری که شما میخواستید پا بذارید و به علت دقیقا همین حرفای ناامید کننده پا نذاشتید وارد شده، شما واقعا اون حس یأس و این بازنده بودنه رو حس میکنید. و همین که یعنی یک شخصیتی داشته باشیم که بخوایم حداقل شانسمون رو امتحان کنیم ولی در صورت که درست تلاش کنیم، همین حس اعتماد به نفس خیلی میتونه توی شخصیت ما، توی اون شأن و پرستیژی که ما از خودمون ارائه میدیم تاثیر داشته باشه. و همینم برمیگرده به اون کاتگوری متفاوت بودنه که من رو حقیقتا یه جورایی وصل به زندگی میکنه و امید و انگیزه منه برای ادامه دادن، حتی به قیمت اینکه یک رویا باشه و در نهایت هم بهش نرسم. همین که من حس کنم من نهایت تلاشمو کردم برای این مسیر برای من رضایت بخش خواهد بود و اون احساس لوزر بودنه رو نخواهم داشت. یکی دیگه از سوالایی که شما کرده بودین این بود که کدوم دانشگاه بهتره برای ارشد. و بچه‌ها حقیقتا خب میگم ماهایی که دیگه کارشناسی رو رد کردیم میدونیم که دانشگاه برای رشته حالا ما که پرستار هستیم خیلی فاکتور تعیین کننده نیست توی استخدام شدن و به چشم اومدن. خب مخصوصا توی پروسه ارشد که اون چیزی که رزومه شما رو قوی میکنه مقالات، کتاب، نمیدونم اختراع و این داستانا هست و خیلی دانشگاه تاثیرگذار نیست. دانشگاه به این لحاظ تاثیرگذاره که شما بتونید یک استاد خوبی پیدا کنید، یک استاد همراه پیدا کنید، بتونید باهاش لینک بشین. و من فکر میکنم که خب حالا شهرهای بزرگتر سر استادا خیلی شلوغ‌تره و درسته که شما با آدمای خفن‌تری روبرو میشین، ولی اینم در نظر داشته باشین که شهر کوچیک به علت اون رقابت کمتری که درش هست میتونه این فضا رو به شما بده که یک مقدار شاید راحت تر بتونید خودتون رو بولد کنید توی اون فضای آکادمیک و با استاد لینک بشین، چون به اون نسبتی که استاد توی دانشگاه تهران درگیره توی شهرستان درگیر نیست.
و همین میتونه شانس شما رو اگر یکی از انگیزه هاتون اینه که بخواین هیئت علمی بشین یا حالا به اون دانشگاه یه جوری نفوذ کنید افزایش بده. این چیزایی که من میگم همه چیزایی هستن که من از حالا کسایی که ارشد خوندن یا دکترا خوندن یا در حال تحصیل هستن میشنوم و حالا چیزی نیست که من از توی نت سرچ کرده باشم. اینا همه تجربه زیسته من هست از مصاحبه با آدم‌های مختلف. و یه جنبندی میخوام بکنم راجع به این سوال، همین که ما بتونیم رزومه قوی داشته باشیم، بتونیم خودمون رو پرزنت کنیم، مهارت‌های نرم و به اندازه کافی به دست بیاریم، این خیلی تعیین کننده تر هست از اون دانشگاهی که شما درس خوندین. ولی به طور کلی دانشگاه‌های تیپ 1 مشخصن. بچه‌ها من حقیقتاً چون کارشناسی و دانشگاه شهید بهشتی گرفتم و تا الان هر همو گذروندم، آزمون ارشد دادم و آزمون استخدامی هم دادم، حتی هیچ امتیازی برای من قائل نشده به خاطر این دانشگاه شهید بهشتی، با اینکه من معدل الف هم بودم. خیلی حقیقتاً به این داستان اعتقادی ندارم که دانشگاه خوب اونقدر را بتونه به اندازه رزومه، به اندازه تلاشی که ما میکنیم، حتی توی اون دوران کارشناسی هم ما میتونیم مقاله داشته باشیم و رزومه برای خودمون بسازیم، لینک بزنیم با افرادی که ما رو توی اون مسیری که میخوایم، حالا چه آکادمیک چه نمیدونم وارد بازار کار شدن، نمیدونم با دکتر کار کردن، با کلینیک کار کردن، اینا همه مهارته و تلاشیه که خیلی به دانشگاه بستگی نداره. چرا؟ دانشگاه‌های تهران شاید، چون من حالا توی فضای دانشگاه شهرستان تا حالا درس نخوندم، شاید یه مقدار از لحاظ رقبایی که با شما سر یک کلاس میشینن قوی تر هست، پویاتر هست، بتونه شما رو بیشتر به این مسیر هل بده و شاید هم برعکس باشه بچه‌ها. چون من دوران کارشناسی ما بیمارستانی میرفتیم که هم از دانشگاه شهید بهشتی داخلش کارورز بود و هم از دانشگاه آزاد تهران و حقیقتا بچه‌هایی که از دانشگاه آزاد تهران بودن خیلی بهتر خودشون اونجا توی اون بیمارستان جا انداخته بودن، با نظمشون، با اون تسلطی که روی مباحث داشتن، اون قدری که گوش میدادن به حرف استاف، نمیدونم هد نرس، و خیلی افراد محبوب تری بودن نسبت به بچه‌های دانشگاه شهید بهشتی و همش حرف این بود که اگر روز این بیمارستان بخواد نیرو بگیره، قطعا نیروهای دانشگاه آزاد در اولویت خواهد بود نسبت به بچه‌های شهید بهشتی، چون بچه‌های شهید بهشتی یه سری بچه‌های شیطون و حرف گوش نکن جا افتاده بودن نسبت به بچه‌های دانشگاه آزاد. این اون چیزی است که می‌خواستم راجع به دانشگاه بهتون بگم. من خیلی نمیتونم قطعی بگم که دانشگاه تهران قطعا فضای رقابتی بیشتری بین دانشجوها هست، یعنی کمیته تحقیقاتش قطعا فعال‌تر خواهد بود. نه، اینا چیز قطعی نیست و به تلاش شما و یک مقدار شانس این که شما یک استاد خوبه، استاد همراه، استادی که قبول کنه شما رو و بخواد باهاتون لینک بشه و اون مهارت خودتون که چقدر میتونید با استادا، با افرادی که فکر میکنید توی حیطه‌ای که میخواین فعالیت کنین شما رو یه پله بالاتر برای بتونید لینک بشین، روشون تاثیر بذارین، اینا خیلی معیارهای ارزشمندتری هستن نسبت به حالا صرفاً اسم اون دانشگاه که تیپ 1 هست، تیپ 2 هست. یکی دیگه از دلایل من که ارشد رو انتخاب کردم برای ادامه این بود که من خسته شده بودم از اون جو روتینی که داخل محیط کار هست و دلم میخواست یه حس پویایی، یک حس پیشرفتی در من وجود داشته باشه. بچه‌ها من حقیقتاً با یک حقوق ثابت احساس پیشرفت نمی کردم و این حقیقتیه که من خودم ناراحت میشم و میگم شخصیتم هم اونجوری نیست که یکو بخوام کارمندی رو رها کنم بگم که وای کارمندی فلانه و این که من بخوام توی یک محیط پویایی باشم، محیطی که با آدمایی فرهیخته باشن، آدمایی که از یک سری فیلتر سختگیرانه رد شدن و اونجا ما با هم داخل یک کلاس روی سری صندلی نشستیم، این داستان منو خوشحال میکرد و باز برمیگرده به همون حس متفاوت بودن، اینو به من میداد. یکی دیگه از دلایلش، حالا میگم بچه‌ها خیلی از دلایل شخصیه، ولی من فکر میکنم که شاید شمایی که توی ذهنتون اصلا جرقه ارشد خورده تجربه زیسته من رو داشته باشین و میخوام که آدما احساس تنهایی نکنن، چون که وقتی بحث ارشد میشه فقط صحبت ها راجع به منابع، راجع به این که شما اگر ارشد بگیرین فلانجا کلینیک میزنین، به فلان مقام میرسین، نمیدونم یه سری حرف و حدیث تضمین شده که میگم من دیگه حقیقتا اینها رو
جوری که حتی پارسال باور میکردم الان باور نمیکنم. و با این حقیقت که آقا من پامو میذارم توی این مسیر، تلاشمو میکنم و آره شاید بشه، حتی اگر 1% احتمالش هست بازم شاید بشه. با این فکر، با این ایده خیلی حس راحت تری دارم نسبت به اینکه بخوام برای خودم یه داستان 100% قطعی ترسیم کنم و تایی که بهم گفت نه بابا مثلا این فقط با پارتی میشه، این فقط فلان میشه، با سهمیه میشه یا حالا هر چیز دیگه ای، من بخوام پا از مسیر بکشم و شل بشم توی مسیرم. یکی از دلایل دیگه که من پامو توی مسیر ارشد گذاشتم این بود که من نمیخواستم خیلی با همسرم اختلاف مدرک داشته باشم و حقیقتا این قضیه میتونست توی طولانی مدت من و اون حس درونی که من به خودم دارم و یه جورایی بیاره پایین و حالا بخوام توی کلمه بگم منو سرخورده کنه و این احساس کمبود رو هی به من القا کنه. و میدونم که ببینید من الان 25 سالمه، من 27 سالم که شد ارشدم رو دارم، حالا اصلا میگیریم 28 29 اصلا فرض کنیم 30. من اصلا فکر نمی کنم 30 سالگی برای شروع یک مسیر جدید دیر باشه و اینکه من بخوام حالا خودم رو تا 20 سال دیگه یک فرد بازنده تصور کنم. هر مسیر جدیدی که به ذهنم رسید و فکر کردم که من توی اون موقعیت با توجه به لول کاری، اون شرایطی که توی زندگی مشترکم دارم، توی اون شهری که زندگی میکنم دارم، امکانش هست که من بخوام خودم رو توی یک زمینه‌ای شکوفا کنم، هست. سن و سال من 2 سال عقب جلو، 3 سال عقب جلو، حتی 5 سال عقب جلو نمیتونه من رو متوقف کنه از این مسیرم و به نظرم این سوال یک ذهنیته به جای اینکه بخواد حالا یه فکتی باشه. توی هر انتخابی، توی هر مسیری این فکر که ما منتظر یک مسیر قطعی، واضح و کاملا مشخص باشیم که یکی بخواد بهمون بگه اشتباهه، چون بلافاصله اگر یکی بیاد نقضش کنه این رویاهایی که تو سر ما هست ما از مسیر پا میکشیم. و اینکه من 30 سالم دیره، من 35 سالم دیره، این داستان ها به نظرم یک تفکر بازنده است و به نظرم ما تا اون جایی که شرایط کاری، شرایط حالا زندگی خانوادگی مشترکی داریم، شرایط اون شهری که در این زندگی میکنیم، شرایط مالیمون اجازه میده، میتونیم شانسمون رو توی یک زمینه امتحان کنیم. اگر امتحان نکنیم، بیشتر از این که این چیزی که آقا پارتی نداشتیم، سهمیه نداشتیم، نمیدونم سنم زیاد بود، اون حس بازنده بودن است که اذیتمون میکنه و اون حس بازنده بودن یک ذهنیته که توی بقیه ابعاد زندگی ما هم قطعا تاثیر میذاره. راجع به این قضیه که کدوم دانشگاه اجازه کار توی بیمارستان دولتی یا خصوصی میده و امکان طرح همزمان با ارشد، بچه‌ها این سوال یه مقدار در واقع از بن اشتباهه. در واقع شما اون اجازه رو باید از محل کارتون داشته باشین که بخواین ارشد بخونی. حقیقتا من وقتی وارد پروسه ثبت نام دانشگاه شدم، یکی از بندایی که داشت این بود که شما اگر که کارمند رسمی یا پیمانی هستید باید اجازه محل کارتون رو بیارید، یا اگر مرخصی تحصیلی دارین، چون که ما یه چیزی تحت عنوان مرخصی تحصیلی داریم برای کسایی که کارمند رسمی یا پیمانی هستن، این فرم مرخصی رو شما باید بارگذاری کنید. ولی اصلا و ابدا راجع به این که اگر شما طرحی هستین نامه موافقتتون رو بیارین وجود نداشت، حالا یک موافقت کتبی. و من خودم وقتی قبول شدم، خب رئیس اینجایی که کار میکنم با هم اوکی بود و بهم گفت که توی شیفتا باهات همکاری میکنیم و حالا من این شانس رو داشتم. ولی خب من در واقع الان آزمون استخدامی هم شرکت کردم و منتظر نتایج اونم و نمیدونم که اونجا چطور میشه حقیقتا. ولی طبق تحقیقاتی که داشتم ما و حالا اون چیزی که توی فرم ثبت نام دانشگاه دیدم، ما باید اجازه محل کارمون رو برای ادامه تحصیلمون داشته باشیم، نه برعکسش. در رابطه با اینکه ما میتونیم حالا وقتی طرحی هستیم، پایان طرح نداریم، توی جای دولتی که در واقع ما میتونیم به عنوان طرحی بریم، کار توی جای خصوصی خیلی بستگی داره به قوانین اون شهر، یا اینکه حالا شما بخواین
یه جورایی قاچاقی کار کنید، چون که به عنوان یک پرستار وقتی شما پایان تخت ندارین عملا این کار غیر قانونیه که بخواید جای غیر خصوصی کار کنین. ولی خیلی از شهرها، مثلا همین شهرستانی که من زندگی میکنم، این قضیه هستش و خیلی از دانشجوهای طرحی، پرستارای طرحی کار میکنن داخل کلینیک خصوصی و حالا شیفتاشون یه جوری تنظیم میکنن که حالا اگر دانشجو ارشدی میتونی شیفتت یه جوری تنظیم کنی که به اون درس و دانشگاه لطمه‌ای وارد نشه و یه مقدار توی بحث چیدن شیفت تا دستت بازتر هست، چون که حالا به همون نسبت درآمدت هم کمتر یا بیشتر میشه دیگه. ولی یه سری شهرها، مثلا بچه‌ها، من یه سری دوستام که ارشد همون دانشگاه تهران قبول شدن بهم گفتن که ما برای کار رفتیم سراغ حالا یه سری بیمارستان و به ما اجازه ندادن. حتی یکیشون به من گفت که من یه مدت کارم کردم اما بعد از یه مدت عذر منو خواستن و بهم گفتن که بعد بری از اینجاشون پایان تخت نداری و این کار غیر قانونیه. ولی بچه‌ها ما هم موقعی که دانشجو کارشناسی بودیم، من میسی از بچه‌ها توی یه سری کلینیک‌ها کار میکردن، قاچاقی کار میکردن. ولی خب این چیزیه که هست، وجود داره و این دیگه بستگی به شانس شما. حالا اگر نفوذی دارین، نمیدونم، یا آشنایی دارین میتونه این قضیه رو براتون اوکی کنه، یا خودتون برین دونه بدونه سر بزنید به کلینیکا ببینید که کدوما میتونن شما رو با این شرایط قبول کنن، جوری که به دانشگاهتون لطمه وارد نشه، بتونین به کلاسا برسین، بتونین برای حالا اون مسیر آکادمیکتون وقت بذارین. این قضیه فکر نمی کنم که مانعی داشته باشه. امیدوارم که این ویدیو کمکتون کرده باشه، شده یه چراغی دلیل بهتون داده باشه که شما وارد این مسیر بشین یا نشین. بچه‌ها این که حالا چی بخونیم، چطوری درس بخونیم، اینا کاملا وارد هیته دیگه ای میشه که بخوام به سوالا جواب بدم و نمیدونم این ویدیو چقدر درخواست داره که من بخوام درستش کنم. اما اگر از این محتوا خوشتون اومده، ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برام کامنت بذارین، از ذهنیتتون بگید، از سوالاتون بگید و روز خوبی داشته باشین.